سلام بچه ها، خوش اومد به این ویدیو. تو این ویدیو قرار با هم دیگه بریم کریر نجات منچستر بگیریم. بریم تو ویدیو دیگه. نیو منیجر کریر رو میزنیم، فرش نیو استارت رو میزنیم، بریم از چیزا برداریم دیگه. آقای روبن آموریمش اصلا شبیه آموریم نیست. بذار یه بار دیگه نشون بدم، شبیه محسن وفا نجات. بودجه منچستر کم کم، ما باید فروش بازیکن و اینا یکم اوکیش کنیم. ورد کلاس میذارم، من اونقدر پرو پلیر نیستم اصلا، نوب سگ. ورد کلاس میذارم اونقدر آسون نباشه دیگه. کنفرانس خبری سلطان آموریم. اوه نگاه استیل گنگو، نگاه ترکیب و رنگو، نگاه باعت مردو، خشم میندازه قلبو. این ترینینگ پلن اصلا نمیدونم، باید بعد برم یه سوالی بکنم از چت جی پی تی چیزی ببینم چیه. اینم بعدا خودم اوکیش میکنم. استاندارد و اینا رو بریم فعلا توی اسکواد ها. بازیکن‌ها رو من میرم چیز میکنم، تکی تکی همشون رو میندازم بیرون، میذارم تو لیست فروش، بعد بیام بهتون نشون میدم همتون. خب من یه چیزی که یادم رفت بگم، من این امبومو چیز آوردم، امبومو کونیا رو آوردم چون هم بودجه کم بود هم چیز شد. من اومدم امبومو رو یه بار بخرم، نوشت نمیشه، واسه همین کلا جفتشون رو با هم دیگه آوردم تو تیم که بریم سراغ ششکو و دوناروما و اینا. بریم ببینیم ترنسفر لیستمون. جانی ایوانز، کریستیان ریکسن، کاسمیرو رو من خودم دوست نداشتم بذارم، ولی یکم پیر تو فیفا ورش میاد پایین. لوکشا، آندره اونانا، این دوتا که 100%. رشفورد، سانچو، اینجا بعد قرضیه. آیدن هیون فکر کنم اسمشو، فکر کنم میشه گفتم. کولیر، این رو نمیشه اصلا. آماسو دیگه. این 4 تا قرضی هم، بقیه‌شون همه دائمی میفروشم دیگه. اینا رو میفروشیم پول ششکو رو فکر کنم همین الانم بشه. بریم یه سرچ بکنیم. اول با 52 میلیون وارد میشیم ببینیم چند مرده علاجه. 71 یکم زیاده، میاره میشه یکم پایین. 65. اوکی قبول کرد. خوبه. 21 سالشه کلا. زیاد بازیکن نمیخوایم کلا. یه بالبیه، یه سورپرایز هم دارم حالا. 5 ساله میاریمش، جوونه. بند فسخ هم نمیذاریم واسه، چون بند فسخ گذاشتم توی کریر راحت اومدم برداشت. اینو من هنوز زیاد سر در نمیارم ازش، ولی بازم یه چیزی میذاریم. حتی اون حقوقه رو در میارم. ششگو تو منچستر یونایتد، هیر وی گو. بعدی دوناروما رو فکر کنم بعد یکم بازیکن بفروشیم که بتونیم بیاریمش. گارناچو و چیزا، آنتونیو چیز کردم نذاشتم چون چیز جوونن، حالا تو فیفا به کار میاد. بریم سراغ دوناروما ببینیم چقدر میتونیم همین الان بگیریمش یا نه. اگه بتونیم بگیریمش که خوب میشه. جان لویجی دوناروما، 25 سالش هم هست، بازیکن خوب، خیلی خفن. 82 ما فکر نکنم اصلا بودجه شده شوشیم. بذارم ببینم. 86 میلیون ما کلا داریم. بذار یکم بازیکن بفروشیم، بعدش پول اینو در میاریم. اریکسن هم واقعا واسش احترام قائلم، واقعا بازیکن خوبیه. هیچ وقت خیلی کم بهش بازی میدادیم، ولی خودش هم نمیتونست اونقدر بازی کنه، ولی بازم بازیکن خوبی واقعا. برونو فرناندز عشق. برونو هم داره پیر میشه دیگه، بعد متاسفانه باید بفروش میشه. خب واسه چیدو اوبی اومد، باید بدونه چیز باشه. نه دائمی اومد، ریجکت میکنه. آها سانچو رو میخوام بخرم. 38 میلیون خوبه واسه سانچو، ولی سانچو هم جوونه. ببینید بذار فکر کنم من برم اسکواد رو یه نگاه بندازم. سانچو رو نگه می‌داریم، رشفورد رو میفروشیم چون دورگو اوورش تو این فیفا پایینه دیگه. واسه اریکسون مگوایر رو نمیفروشیم. مگوایر یکم پیره. واسه اریکسون اول جواب بدیم. اریکسون هم بیشتر از این نمیاد. مگوایر رو میتونیم یه فصل نگه داریم ببینیم. یه فصل نگه می‌داریم مگوایر، چون دفاع کم داریم واقعا. 4 تا آفر اومده. آنتونی، کولیر، نه کولیر قرضی باید بره. کولیر رو دادیم به سویا. آنتونیو میتونیم نگه داریم. بذار ببینم. آنتونیو من خودم نظرمه که نگه داریم، چون آنتونی تو واقعیت هم فقط یه بتیس میخواد که بتیس هم پولشو نداره. حتی النصر هم میخواد.
بذار ریجکت میکنیم آنتونی، چون یکم بازیکن کم داریم ما. بالبی هم بازیکن خوبیه، باید برم ببینم. منچستر فکر کنم دنبالش. بذار من یه ترایی رو چیز بزنم، رو دوناروما یه بازیکن میدم، یکم پولم بهش میدم. دوناروما رو بیاریم دیگه تقریبا اسکواد کامل. 82 میلیون میدم به آقای انریکه. کیو دیگه میتونیم بدیم؟ اوگارتر اینا رو که نگه داریم. ماونت رو میتونیم رد کنیم بره. بذار ببینیم چی میگه. بارو من 103 میلیون اصلا ندارم. بتونیم اونانا رو با دوناروما تاق بزنیم. واسه اونانا 26 میلیون. بذار فعلا بهش فکر میکنیم که بتونیم تاق بزنیم. دوکشا اگه 24 میلیون خوبه، ولی بازم شاه رو میتونیم نگه داریم با اینکه تو فینال رید. بذار فکر کن شاه رو نگه داریم یا نداریم. همین الان کامنت بذار. من میگم شاه رو یه سال نگه داریم، بعد یه سال دوباره بفروشیم. اونانا رو فعلا چیز میکنیم که با دوناروما ببینیم میتونیم کش کنیم. سوس خرسی هم رفت. خدافظ. کاسمی رو چون یکم پیر بود فروختمش، ولی تو دنیای واقعی خوب بازی میکنه. جدیدن بود. چلسی چقدر میده؟ بذاریم یکم 30 میلیون میکنم. خریدن دیگه. 30 میلیون پایین تر تو پاچشون نمیکنم. اوکی شد. شاه هم رفت. پاتریک دورگو هم من میگم نگه داریم. راسموس هویلوند ببین تو فیفا خوبه دیگه، نگهش داریم به من تعویضی. جیدن سانچو 45 میلیون زیاده. ما الان تو ال ام کیو داریم، بذار بریم ببینیم. اول باید ببینیم و تصمیم بگیریم. تو ال ام یه رشفورد داریم، یه سانچو داریم، یه دونه آنتونی هم داریم. ببین میفروشیم. ما به پولش نیاز داریم. مثلا واقعا سانچو آدم بی‌خاصیتی بود، حتی همون چلسی هم نخواستش. کریستال پالاس رو قبول میکنیم. بریم ببینیم اونانا رو اگه بتونیم با چی استاق بزنیم معامله قرن میشه. ما یه 80 میلیونی میدیم دیگه. 83 میلیون. طبل شادانه بکن، پیروز و مردانه بکن، برخیز و پرچم را ببر، بر سر در خانه بکن، بر طبل شادانه بکن. 4 ساله چشم رو چشم. اینو میذاریم 90 همونطوری که خودش میخواد. اینو میذاریم روی 700. قبول کن. یس دوناروما تو منچستر یونایتد. هیر وی گو. یه بالبی هم میتونیم بیاریم. یه سورپرایز هم دارم برای کسایی که تا آخر ویدیو ببینن. میخوام بالبی ببینیم تو این فیفا چقدر چیزه. به منچستر چون داره لینک میشه. این فکر کنم این باشه. بالبی نیست اصلا. 20 سالشه کلن. بالبی هم میاریم با همون 35 میلیونی که خودشون کاشی بد قدرت نموشن. بابا 35 میلیون خودت گذاشی مارکت ول بشه، داری یکم چونه بزن. بالبی و رفت واسه بعد دوباره ترانسفرش باز شد، میرم سراغش. 21 روز دیگه جام اتحادیه است. همه بازیکن‌ها رو فروختیم. ببین بالبی چیزش باز شده، ترانسفرش باز شده. نه والا چند روز زیاد میشه. بابا 35 میلیون خودش داده بود. من دفعه بعدی با 40 وارد میشم. با 40 ند شد دیگه ولش. بعضی زیرسی وینگر بیشتر بهش میخوره. بالبی چیه من هی میگم. بالبا ببین داداش 40 میلیون میدم خیرشو ببینی. مارکت ول 35 میلیونه. همینو باید قبول کنی. مزرعه میخوای برو بابا بچه پر. ببین 45 میدم. 45 بالاتر نمیدم. باش شده اصلا این نمیدم. اون چیز بود هر بار بفروشیمش بعد 6% هم به اینا بدیم. ابنر 4 ساله چشم بازیکن جوون آینده دار. این هم میذاریم 600. اوکی اومد. بالبا هم آوردیم.
میخوام میسون گرین‌وود رو بیارم تو منچستر یونایتد. من دقیق نمیدونم سر گرین‌وود چه اتفاقاتی افتاد، سر واقعا مثلا تجاوز کرده یا نکرده، ولی بازم منچستریا دوست دارم برگرده. من خودم منچستری هم دوست دارم برگرده، با اینکه زیاد ندیدم بازیشو، ولی بازم میاریمش. گرین‌وود چوب سبز، میسون گرین‌وود. 48 میلیون. ما چقدر پول داریم الان؟ تازه 48 میلیون هم نمیفروشه، بیشتر میشه. 66 داریم. میدیم دیگه، دارندگی و برازندگی. 50 میدیم همون اول. بابا چرا همه مزروعی میخوان؟ 50 میلیون. 54 74 داداش دیگه. 65 هم که نه، 55 10 میلیون حداقل. بابا اصلا گرین‌وود داره فکرشو میکنه. چی شد؟ 64 میلیون. ما چقدر پول داریم؟ آفیس 66 2 میلیون کلا میمونه، به فاک میره، باشگاه هر شکست میشه، ولی بازم ما میسون گرین‌وود رو میاریم به منچستر یونایتد. آجی کلا 1 میلیون هم پایین تر داریم. یکی رو باید بفروشیم. اوکی هرچی شما بگید. درآمد تو ببین عزیز من خیلی دهنمون سرویس شدم که تو رو گرفتیم. داداش من 60 میدم، نباید انقدر خالی بشی. واو. Chat we are cooked. همینو میذاریم این قبول میکنه نه؟ توهینه. ببین اینو دوباره چیز میکنم. ماونتو شاید فروختم. دورگو ارزونه. خب بازی منچستر سیتی قرار عوض بشه تاریخ. آقا اوکی، تاکتیک اونا رو آنالیز کنیم. مرموش نوک حالا توی نیمکته تیکی تاک هست دیگه. ما تاکتیکمون ساده است، سیمپل بازی میکنیم. کرایوف یه جمله داره، من هر وقت گوش میدم قلبم میلرز. میگه ماما داش چیز، میگه فوتبال بازی کردن ساده است، ولی ساده فوتبال بازی کردن سخته. بازی با منچستر سیتی با گذاشته اختصاصی کیان کیمشاه و بازی این دو تیم شروع میشه. بازی منچستر سیتی و منچستر یونایتد. بال با خرده جدیدشون، خرده جدیدشون همه تو بازی هن. تیم منچستر سیتی، من نباید طرف بگیرم ولی واقعا کتشون گوهه مثل تیمشون. اوگارت توپو میگیره، از همین دارم واسه خودم هیتر جمع میکنم. و حالا یه پاس اوگارت امبومو، یه پاس که نزدیک بود به ششکو. بازیکن جدیدشون برسه واقعا فوق ستاره است. ششکو البته ببینید تو جو پریمیر لیگ چی کار میکنه. یک سانت ضربه سر رو آنتونی میزنه. کونیا بالبا یه پاس. بازیکن جوون پر استعداد واسه بازیکن جوون پر استعداد دیگه. یه پاسی که نشد. آنتونی یه پاس مثل بالبا یورو اوگارته یه پاس میده. فرناندز یک ضربه شوت و ادرسونی که به خوبی سیو میکنه شوت برونو رو. یکم داره لگ میزنه، نمیدونم چرا، شاید چون دارم ویدیو میگیرم. یه ورال صدا سیماست و بازی‌ها رو لگی پخش میکنه. کونیا که یه شوت زد تو دست دروازه‌بان. یه پاس واسه ششکو پاسو میرسونه. ششکو یه پاس فوق العاده. مانوئل اوگارته میزنه یک ضربه شوت دیگه. چقدر شوتای بدی داره میزنه منچستریا. تا الان موقعیت خطرناک کامل روی دروازه منچستر سیتی بوده. فیل فودن، کوین دی بروینه، هالند، بازیکنی که فقط تو بازی کوچیک خوب و جلوی تیم کوچیک و یه ضربه چی و توی دروازه گل. هالند تو بازی کوچیک جلوی تیم کوچیک مثل منچستر یونایتد گل میزنه. اولیو هالند میزنه. فیل فودن واقعا بازیکن خوبی، من دوستش دارم. آفساید که به نظر میومد ولی داور دوناروما به خوبی توپو میگیره اونور و یک ضربه یه شوت که نمیذاره بزنه. چقدر خطایی پنالتی بود به نظر من. داوری که
با پولای نفتشون خریدن. گرم هوا واسه همین این تیم داره بد بازی میکنه و یه محله گرمی ریختن و دوناروما میگیره توپو. باید دوناروما رو خوبیاشو جواب بدن. واقعا دفاع این تیم خالیه. سه دفاع و هالندی که میزنه. هالند واقعا یه هیولاست توی فیفا. نیمه دوم شروع میشه با یه سری تعویض. مگوایر میاد توی بازی به جای یورو. هالند تکل فوق العاده خوب. هالند یک ضربه شوت و دوناروما میگیره توپو. جلوی تحقیر این تیم گرفته. دوناروما باید دست و پاشو ببوسه. اوورته که یه شوت زده و آمادی که اومد توی بازی. آماد پدر منچستر سیتی. اونور دارن میرقصن و دوناروما که به نظرم باید تک ضرب این توپو جمع میکرد ولی دو ضرب جمعش کرد. مهم که جمعش کرد این توپو. یک ضربه شوت و توی دروازه نمیشه. ادرسون میگیره توپو. فقط 15 دقیقه دیگه مونده تا کامبک. یادش کردم گل بعدی سیتی. دلیخت توپو به خوبی میگیره اونور. بابا به قرآن باید مثلث رو تا طرف فشار میدن. نباید به اون پاس بدی. و حالا منچستر یونایتد هنوز سری تعویضات داره و بازی که فوق العاده لگه. یه پاس میده به این ور واسه برونو فرناندز. بهترین هافبک حال حاضر. کونیا ششکو و میزنه. چقدر بد میزنم. ششکو که حسرت این توپو میخوره. یک سانت. یک ضربه سر از دلیخت. گارناچو به بازی میاد. مارت تعویض انجام میشه. ششکو بنجامین ششکو میزنه توی دروازه. گل. بنجامین ششکو دقیقه 85 بازی نمیذاره منچستر ببازه. بنجامین ششکو تایم سبز میزنه. پسر عجب آدمیه. همه تیم جمع میشن و تبریک میگن به اون که اولین گلشو توی این مسابقه مهم میزنه. نمیذاره منچستر یونایتد بمیره. بازیکن طرفدار سیتی هم میبینید که ناامید میگه نشینم. بنجامین ششکو. هویلند چی میگی؟ جواب دیسبک به ارلینگ هالند رو میده. ارلینگ هالند تو دیسبک نده. ارلینگ هالند تو رو خدا جان مادر پایین بی کوتا بیا. بله خطایی که اونور انجام میشه. یا الفاظ و میزنه دیلیخت ضربه سرو. بابا به قرآن چطوری تونستی اینو بزنه؟ کونیا با متئوس نبوده ما. بابا به قرآن خیلی مزخرف زد. دوناروما چطوری اونو نگرفت؟ رفت توی خط. برو بابا. دوناروما چطور به قرآن چقدر من تلاش کردم زدم اون گل. اینا توی ثانیه زدن کامکس. بابا دیگه این چه مزخرفی بود؟ چطوری اینو چرا رفت تو اوت؟ دوناروما من اینم از تو تعریف کردم رفتی تو توپشو گرفت.